اگه تا حالا سعی کردی یه عادت بد رو ترک کنی ولی دوباره برگشتی بهش، نگران نباش. تنها نیستی. بیاین صحبت کنیم که واقعاً چی کار میکنه وقتی بحث تغییر پیش میاد. کتاب چگونه تغییر کنیم از کتی میلکمن یه حقیقت ساده رو آشکار میکنه. راز تغییر فقط اراده نیست. اینه که موانع خودت رو بفهمی و باهاشون کار کنی، نه علیهشون. میخوای یه عادت جدید شروع کنی؟ با مزه‌اش کن و به خودت جایزه بده. سعی میکنی تنبلی رو کنار بذاری؟ هدفهای کوچیک بذار و هر موفقیتی رو جشن بگیر. و وقتی شکست خوردی، خودت رو سرزنش نکن. فقط کنجکاو باش و دوباره امتحان کن. حرف آخر، تغییر یه سفره، نه یه دوی سرعت. قدمهای کوچیک بردار، انعطاف پذیر باش و یادت نره که با خودت مهربون باشی. برای نکات بیشتر کتاب‌های